آقای سید علی رضا محمودی رئیس مجمع ملی مردم افغانستان اینجا حضور دارن. آقای محمودی خیلی زیاد خوش آمدن. گفته شد که تفاهم نامه صلح به گونه پنهانی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شده. واقعا چنین است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتان. طوری که تا هنوز دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا حکومت وحدت ملی اطلاع رسانی کرده، یک مسوده ای از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار نمایندگان را بیرون داده، ولی ما از منابع و کانال های رسمی حکومت افغانستان چنین چیزی را نشنیدیم و که این موافقت نامه به صورت پنهانی امضا شده باشه و یا طور دیگری در رابطه با پروسه صلح تعامل شده باشه. آنچه را که تا هنوز به صورت رسمی و به گونه رسمی برای مردم افغانستان و مطبوعات افغانستان ارائه شده، اما مسوده‌ای بوده که همه در اختیارش است. چیزی که متاسفانه در اینجا قابل تشویش و نگرانی هست و تشویش و اذهان عمومی را بیشتر ساخته ای است که در رابطه با موافقت نامه صلح با حزب اسلامی و جناب حکمتیار اطلاع رسانی درست و شفاف با مردم افغانستان، با حلقات به اصطلاح جریانات سیاسی کشور و جامعه مدنی صورت نگرفته و این بر گمانه‌زنی ها و بر ابهامات موافقت نامه می‌افزاید و همین است که گاهی ما میشنویم که امضا شده و یا که خارج از آنچه که در مسوده ما دیدیم امتیازات کلانتری به حزب اسلامی داده شده و این میطلبه که حکومت افغانستان، شورای عالی صلح در این قسمت جدی‌تر و شفافتر اطلاع رسانی بکنه. بسیار خوب. حالا اگر قرار به این باشه که همون مسوده‌ای که نشر شد حداقل از چینل های غیر رسمی درست باشه، خب مشکل نیست دیگه، خب امضا شد. نه ببینین، ما در 15 سال گذشته دستاوردهای بسیار کلانی داریم. یک صلح احتمالی مبهمی که آیندهش به هیچ وجه معلوم نیست. ما نمیتونیم که آنچه که در 15 سال با زحمت و با قربانی های بسیار زیادی با همکاری جامعه جهانی به دست آوردیم از دست بدیم. چرا فکر میکنین این صلح پایدار نیست و مبهم است؟ خب میآین امضا میکنن، در واقع تعهد میسپارن، میآین در افغانستان. ببینین، صلح از ابتدا به صورت شفاف با این مسئله برخورد نشده. ببینین، ما شما یک اصلاحات انتخاباتی داشتیم، 6 ماه یک کمیسیون آمد رویش کار کرد، نظریات تمام مردم افغانستان را گرفت، با مناطق مختلف سفر کرد و اقشار مختلف دید. ولی شما صلحی را که با یک طرفی از قضایای افغانستان که مردم افغانستان خاطرات ناخوشایندی از او دارند انجام میتین، ولی به هیچ وجه نبردین را بین مردم. حتی نمایندگانی که از حزب اسلامی آمده بود مذاکره کننده بود، به هیچ وجه با حلقات از مردم متضررینی که در قضایای گذشته آسیب دیده بودند و یا جامعه روشنفکر امروز، زنان، جوانان، جامعه مدنی ما ننشستن و این را شریک نساختن. خب میگن که در مسئله اگر شما قرار باشه جنگ‌های داخلی را مثال بزنن، تنها حزب اسلامی دخیل نبود دیگه، سایر جریان ها هم بود، اما قسمی که سایر جریان ها آمدن حزب اسلامی میاد شامل حکومت میشه. ببینید، سایر جریان ها در دوران مقاومت و در پروسه روم و در فصل نوین افغانستان آمدن و بسیاری از مردم معذرت خواستن. بله، جنگ حتما یک طرفه نیست، طرف دیگه هم داشته، ولی عالی باید حزب اسلامی، دوستایی که به هر صورت به عنوان نمایندگان با صلاحیت حزب اسلامی آمده بودند، باید با مردم افغانستان می نشستن، با استفاده از تریبونی که در اینجا بود، مطبوعاتی که وجود داشت و امکاناتی که وجود داشت آسیب شناسی میکردن و حتی گاهی لازم به این بود که این موضوع را به هر صورت رویش نظر مردم جلب میکردن. صلحی را که مردم از او حمایت نکنه، صلحی را که مردم با او اطمینان نداشته باشه، صلحی که پشتیبانی مردمی نداشته باشه، من فکر میکنم به هیچ وجه پایدار نخواهد بود. چرا فکر میکنید که این صلح حمایت مردمی نداره، پایداریش تضمین نشده است و اعتماد در این وجود نداره؟ چرا چنین فکر میکنید؟ ببینین، بحث حزب اسلامی اگر بگن حزب اسلامی و مقامات و اعضای بلندپایه حزب اسلامی در 15 سال گذشته در حکومت افغانستان و در فصل نوین با افغانستان با هموطنانشان همراه بودند، در دوران مقاومت هم بخشی از اینا حضور داشتند، ولی وقتی که بحث آقای حکمتیار در میان میآید، با تاسف خاطرات خوشی از آقای حکمتیار از موضوع‌گیری‌هاش در رابطه با افغانستان وجود نداره. مثلا چی گفتن و این باید اعتماد سازی بشه. در فصل جدید اینا آمدن موضوع گرفتن علیه به اصطلاح حکومت نوبنیادی که به اساس یک موافقت نامه در بون ایجاد شده بود و بهانه کردن حضور نیروهای بین المللی.
در پروسه های دموکراتیک شرکت نکردن. در حکومت گذشته به آقای به اصطلاح کرزی بسیار زیاد صدا کرد و بسیار زیاد به اصطلاح صدا کرد که بیاین به افغانستان و بپیوندین به پروسه صلح، در حالی که در اون وقت موافقتنامه امنیتی با آمریکا امضا نشد و عملیات های شبانه متوقف شد و در این حال بسیاری از زندانیان مخالفین مسلح که شامل حزب اسلامی هم میشد آزاد شد. ولی چرا به صدای حکومت افغانستان و به صدای که در اون حکومت شخصیت‌های کلان جهادی، رهبران مجاهدین، شخصیت‌های با تراز اولی به دینی و مذهبی اشتراک داشتن، چرا اینا نامدن؟ خب چه فرق میکنه حالی میان؟ و در صورتی که حالی میان ببینید دروازه صلح باز است. آخر هر جنگی، هر مناقشه باید صلح باشه. ولی صلح تنها یک روند سیاسی نداره که ما بگیم که یک موافقتنامه سیاسی صورت گرفت، حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی آمد و این را امضا کرد و تمام یخا آب شد. 20,000 نفر شما از کمپ شمشتو میارین وارد افغانستان میکنین، دیگه به اینا به اصطلاح در نهادهای امنیتی و دفاعی ما شامل میشه. ما امیالی پیش لرزه های به اصطلاح حرکت صلح متاسفانه داریم لمس میکنیم. حوادثی که در شمال اتفاق میفته واقعیت هم است که این ما رو نگران میسازه. اینا نیامده تمام به اصطلاح شمال به اصطلاح به ناامنی سوق داده رسن. چه کسای شمال افغانستان؟ مسلم است آقای جمعه خان همدرد فعلا یکی از مسئولین حزب اسلامی است. خب چی کردن آقای همدرد؟ خب در بلخ هستن، در کجا هستن؟ ببینید ما در دند غوری مثلا حوادثی که اتفاق افتاد و مشکلاتی را که به اصطلاح به وجود آمد، خب یکی از مراکز حزب اسلامی، اما فعلا اونجا طالبان حاکم هستن. خب آنچنان چه گفته میشه. پس وقتی که طالبان در روجه هست، طالبان در همه جای هست، حزب اسلامی با کدام کلیت میخواد بیاد که صلح کنه؟ او میگه که من وقتی که میایم جنگ در افغانستان ختم میشه. ولی امروز از اعضای خودش که یکی از اعضای بلندپایه‌اش آقای شیرعلی وردگ است نمیتونه دفاع کنه. من برداشتم است که این نشان دهنده یک جنگی به اصطلاح بین حزب اسلامی و طالبایی که میخواین به اصطلاح مانع پروسه صلح شوند وجود داره و شعارهای هم ما صداهای هم شنیدیم که گفتن که ما میاییم با بعضی تصفیه حساب میکنیم برای حکومت وحدت ملی که در حقیقت رأی اکثر مردم افغانستان داره. تصفیه حساب با کی میکنن؟ تصفیه حساب چی؟ به هر صورت اونا شعارهای دادن که ما حکومت افغانستان در 15 سال خارجه اقلیت را آوردن درجه حاکم ساختن و ما چون چیزی را گفتن؟ بله در آوازهای وجود داره و این به نفع افغانستان نیست. ببینید ما در یک افغانستانی زندگی میکنیم، اگر بخشی از جریانات سیاسی در درون قدرت و حاکمیت از قانون اساسی را پذیرفتن و فعلا تمکین میکنن از حکومت موجوده، دیگران بیان همین تمکین بکنن. به این معنی نیست که ما بخشی را بیاریم باعث رنجش بخشی دیگری شویم. افغانستان تابع جنگ‌های تنظیمی و اختلافات و نفاق‌های یعنی آقای محمودی برخی میگن که بسیاری از جریان‌ها با ویژه اگر او جریان سیاسی باشه مثل مجموعه شما یا هر جریان سیاسی دیگه، اینها به یک نحو منافعشان در با آمدن آقای حکمتیار در خطر می‌بینن و مخاطر هم هستن که مخالف یک کار خیر هستن. جواب شما چی است؟ ببینین به اون شکل نیست. امی پروسه صلح با حزب اسلامی یک پروسه گنگ است. بعضیا میگن که آقای حکمتیار جا میپاله که به اصطلاح بره و برای خود یک امنیت به اصطلاح به وجود بیاره بعد از مسئله ملا منصور. یک موضوع. بعضی دیگه به اصطلاح برداشتایی است که حزب اسلامی و به رهبری آقای حکمتیار آژندای بسیار کلانتر در رابطه با وجود داره و عوامل پشت پرده دیگه بیرونی هست. چی میخواین و اینا میخواین که به هر صورت یک مجموعه به اصطلاح به نام حزب اسلامی را درجه بیارن و او را حمایت بکنن. بسیار از پروسه های به اصطلاح که تا هنوز بوده به دلایل مقاومت یک تعداد نتونسته عملی شه و آقای حکمتیار وعده‌های را داده که می درجه به اصطلاح ادامه ای آژاندا و یا این پروژه را که است تکمیل میکنه. انتقال جنگ به شمال افغانستان خب مسلما طالب به هیچ وجه نتونست درجه پروسه شکست خورده بود. قندوز ما دیدیم بسیار شکست فاحشی را خوردن و با توجه به اینکه آقای حکمتیار خودش از قندوز است، از شمال است، گفته میشه که اینا این وعده را دادن که ما بعضی از حلقات در شمال حاکمیتشان را محدود میسازیم و این به نفع افغانستان نیست. ببینین یک جریانی که تا
چند روز پیش هم مسئولیت بسیاری از متاسفانه فجایع را به گردن میگرفت. شما نمونه بارزش به اصطلاح ما میتونیم مسئله شاه شهید اشاره کنیم. خب یه از اذهان کابل بگیم حالا 20 سال قبل هر چیزی که شد جریانات آمدن و یک پارلمان افغانستان به اساس مصلحت‌های زمان یک قانونی را تصویب کرد، ولی آنچه که در 15 سال اتفاق افتاده چی میشه؟ و خصوصا دور نمیریم که چند وقت پیش به اصطلاح مسئله شاه شهید آل با و خانواده ها چی جواب دارن؟ حکومت افغانستان یا نمایندگان حزب اسلامی بیان در کابل و به اصطلاح به این متضررین چی جواب میگن؟ گفتم تنها مسئله سیاسی و حل قضایای سیاسی صلح نمیاره. ما موضوعات بسیار عمیق‌تری دیگه است که باید حل شود. بسیار زیاد خوش آمدن آقای محمودی، آقای سید علیرضا محمودی رئیس مجمع ملی مردم افغانستان. سپاسگزار حضورتان. خیر باشید.